امروز ما میشینیم دایی ما قبول نمیشه. تو را به الله قسم خانه از کی؟ زمین خصمی یا پول رشوت آوردی خریدی یا پول امریکایی غلامی کردی از او به دست آوردی؟ خود بودی اولاد و نبیره و نواسه و کواسه هم به می غذای حرام تغذیه کرد. شما وقتی که مریض هستید پیش یک دکتر میرین، دکتر برات میگه ما برات نسخه میدم، ما برات وقایه میدم، ما از این چیزا تو را پرهیز میکنیم، این کارا بکن این کارا نکن. گپ دکتر قبول میکنی؟ حالا چرا نسخه که الله برات تو قرآن فرستاده و برات میگه که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، حتی از اینجا علمایی که در عقیده میفهمن و در قرآن تفکر میکنن میگه سعی کنید شما مسلمان ها در اینجا میگم این سوالایی که در قرآن از مشان است که مربوط به عقیده نیست، برای پیغمبر میگه تو برشان بگو. و یسألونک عن المحیط، برای پیغمبر چی میگه؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء و یسألونک عن الروح قل الروح من امر الله و یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. در اینجا چرا قل نگفت؟ حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که این پیغمبر خدا اذا سألک، وقتی که تو را سوال کرد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادی عنی، بنده های من در مورد من، فانی قریب، نگفت که قل تو برش بگو. الله مباشرتا بر بنده خود میگه که من بنده خود قریب هستم. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم دعای دعا کننده. استجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اینی یقینا که ما تو پیغمبر نه، تو ملک نه، فانی قریب، ما قریب هستم به بنده خود، اجیب و ما اجابت میکنم. اجیب دعوت الله. حتی در بسیاری جایات قرآن از نشان وقتی که عظمت خدا میگه صیغه جمع را استعمال میکنن، نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا، لکن در اینجا صیغه مفرد متکلمه استعمال کرده به خاطر که در اینجا هم در نظر یک کس یک چیز نگفته که نجیبو اجیبو انا، ملائکه یا داخل نمیشن کس را چیز نکن. اسلوب عظمت به خاطر اینکه مسئله عقیده است برای مردم کار مشکل. حالا هر کسی دعا میکنه، در تمام ادیان دعا هست. اون دو پیش بت خود دعا میکنه. یهودی میره در پشت همون یک دیوار است به نام حائط المبکا، یک دیوار داره به نام دیوار گریان، اونم اونجا میره خود شورک میتنی قسمی یهودیا که مسلمان نباید در وادی قرآن خواندن قسمی خدا شور بده، عبادت یهودیا. این فکر دان باش. ما هم دعای خدا. پس مسلمان باید دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب از جمله شرایطی که باید در آداب وجود داشته باشه، اول این است که انسانی که دعا میکنه به 4 صفت الله ایمان داشته باشه. در مقابل چشم کسی که دعا میکنه، مشکل داری، سختی داری، از مشکلات دنیایی میترسی، از مشکلات اخروی میترسی، 4 صفت الله را در مقابل چشمت قرار بده، دعای تو قبول میشه. این 4 صفت کدام است؟ اول باید عقیده داشته باشی که الله رحمان است و رحیم است و مجیب است و قریب است. من دعا میکنم کیست بر من مهربان؟ مادرم، پدرم. رحمان و رحیم کی است؟ نه مادرم رحمان رحیم صفت داره، نه پدرم داره، نه اولیاء داره، نه پیغمبرا داره، نه صحابه داره، هیچ کس صفت الرحمن الرحیم نداره، صفت مجیب نداره، هیچ کس، هیچ مخلوق. و به ما از هر کس کرده نزدیکتر است. و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. از شرع گردن که بر ما چی است؟ پس او ذاتی که رحمان است و او ذاتی که رحیم است، او ذاتی که قریب است و او ذاتی که مجیب است. اما یجیب المضطر اذا دعا. انسانی که در حالت سختی مشکلات در حالت اضطراری قرار داره کی او را اجابت میکنه؟ الله است.
چرا دست خود به مخلوق بلند میکنه؟ از این 4 صفت خبر بود، چون درش 24 ساعت گوش خدا شده که فلانی شخص تو بزرگ است، فلانی شخص خود می، فلانی شخص در جای به علی جن داره، علی پری داره، علی دیو است، علی فلان است. پس عظمت شخص در قلب ازی مخلوق جای دعایت قبول شوه، عظمت خالق در قلب جای بدی. باز بغیر از یا الله و دیگه طرف رجوع نمیکنی. هیچ پیغمبری نیست در دعاش بغیر از نام الله نام کسی دیگه بوده باشه. بفرمایید قرآن از این شان. من گفتم از قرآن گپ میزنم، من از فلسفه و فیلسوف احمد محمود گپ نمیزنم. پیغمبرای الله ربنا، این قصه پیغمبرا بر از این است که ما قصه را بخوانیم و فقط تیر شدیم. نه، گفته از قصه پیغمبر عقیده تبی. پدر یحیی علیه السلام چی نام داد؟ زکریا. دعایش چی بود؟ قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس. و پروردگار استخوانم چی شده؟ پوده شد و مویای سرم سرسفید شده. ولم اکن بدعائک ربی شقیا. باز بر الله تعهد خدا می پروردگار ببین، ما هیچ وقت با کدام قبرستان پیش زیارت پیش کدام بت پیش مخلوق نرفتیم. در قسمت دعای تو پروردگارم ما شقی نبودیم، فقط به بارگاه تو فهبلی من لدنک. پروردگارم از بارگاه خود الله بازم اینا نبشرک بغلام اسمه. حالا ما دعا از زکریا علیه السلام که پیغمبر معصوم الله هست از او یاد بگیریم یا بیاییم از دولکی بابا یاد بگیریم؟ اگر عقیده به قرآن داریم، قرآن بر ما مثال میده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیگه که اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى. از 99 نام الله چی بدی دیدیم که به مخلوق میده؟ آیا تو الله را با 99 نامش ربطی دعا کردی که الهی تو رحمان هستی، الهی تو رحیم هستی، الهی تو غفور هستی، الهی تو غفار هستی، الهی تو تواب هستی، الهی تو سمیع هستی، الهی تو مجیب هستی، الهی تو قریب هستی. ما با بنده عاجز دست مشکل من گفتی بی قسم دعا. پس اینا کسی دعایشان قبول نمیشه و چرا دعایشان قبول نمیشه؟ در شرک هم مبتلا میشه، به خاطر که الدعاء هو العباد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا چی است؟ عبادت است. ان العطاء